فریاد جهاد گوشا کره، فریاد نماز گوشا کره، فریاد مجاهده در راه خدا و تشکیل گوشا کره. نمیشنوم، قدم بر نمیدارم. مؤذن روزی 5 مرتبه میگه حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، به سمت اون صلات و به سمت اون فلاحی که خدا دعوت میکنه نمیره. اون ملتی که برای اینا بلند نمیشه، این نداها رو لبیک نمیگه، باید ندای کیو لبیک بگه؟ مرغ منجمد 2 سال پیشو، شکر نمیدونم مونده فلانی رو. ملتی که فریاد داعی خدا رو نمیشنوه و حاضر نیست بندگی رزاق رو بکنه، باید گوشش تیز باشه که کی کوپن مرغ اعلام میکنن بدو دنبال مرغ، کی کوپن برنج اعلام میکنه بدو دنبال برنج، کی روغن سهمی از صدقه سرشون میخوان بدن بدو بره دنبال.